دوستان سلام. فرشاد جان خوبی؟ من از روز اولی که برنامه عشق ابدی رو دیدم خیلی رک بگم، واقعا خدا شاهده، من دقیقاً نگاه رو گذاشتم کنار. این نگاه رو من دقیقاً گذاشتم کنار. گفتم این کسیه که تا آخر فقط برای موندن خودش میجنگه. یعنی هر طوری باشه بخواد بقیه هم حذفش هم بکنه 100% خودش رو نگه میداره. واسه عشق نیومده بود، خیلی معلوم بود. فرشاد خدایی من وقتی فرشاد رو میبینم یاد خودم میافتم. خیلی تلاش کرد، خیلی گذشت کرد، خیلی سعی کرد که رابطه رو نگه داره، نه به خاطر اینکه بمونه، فقط به خاطر اینکه اون عشق ابدی رو داشته باشه. ولی خب خلاصه من میگم فرشاد خودت هم مقصر بودی. به نظر من آدم نمیتونه، یعنی نباید، این نباید رو ما باید واقعا داشته باشیم، بذاریم برای خودمون. نباید یه سری چیزا بگذاریم، نباید بگذاریم. فرشاد جان مرسی که هستی، عالی. من واقعا دوست داشتم. من دقیقا بین این بچه ها واقعا فقط تو رو داشتم. هر جا باشی موفق باشی.